خلق ما صاحب عرف و عادات، عنعنات و ارزش‌هایی هستند که این عنعنات نیکی بابایی، رشته‌های دوستی و رفاقت، پیوندی و توأمی و مهر و محبت را بین آدمان باز هم مستحکم‌تر می‌سازند. حشر یکی از همین گونه عنعنه‌های نجیب ملت ماست. اجدادان ما مشکل‌ترین کار و عمل‌ها را توسط حشر اجرا می‌کردند. طریق حشر راه‌ها، کوپرک‌ها ساخته شده، عمارت‌های زیبا و با حشمت قامت راست کردند. با راه حشر جوی‌ها کنده شده با مردم آب حیات رسانیده داده شده است. امروز در جامعه شهروندان محله حضرت علی اهل این حدود طریق حشر به بنیاد اداره نو جامعه شهروندان کمر بستند. امروز در جای اداره کهنه محله بینای نو و زمانوی ساخته می شود و مردم محله با همین نیت‌های نیک به حشر برآمدند. امروز در این کار خیر تمام اهل محله اشتراک می کنند. بینای معموری محله که در اساس لایحه مخصوص ساخته می شود باید در آینده به منفعت شهروندان خدمت کند. با ترتیب دولت خصوصی شریکچilik ساختن لازم بود، لیکن وکیلان اهل محله با یک آواز چرا در همین محله ما قبرستانی ساختن، بینای مجلسگاه ساختن، مسجد محله ساخته شده است. با طریق حشر خودمون میسازیم. ملک محله باید با محله ماند تاکه فکرنده همشون با یک آواز تصدیق کردن. این تصدیق اینها از طرف وکیلان همشون دستگیری کرده شد. من امروز چقدر که دیده سید با طریق حشر، البته از روی لایحه خلق حشرش که من پیداورش من ریختارش سر کردیم. در روزهای نزدیک همون در مدت یک دو ماه خدا خواهد همین بینای محله حضرت علی، معموری محله حضرت علی بنیاد میشد. البته از این در این بینای بنیاد شده هفتگانه اهل محله با همه خلق حضرت علی بی‌منت تحت دل خدمت میکنند تا که نیاز داریم. در این کار خیر که با دعای نیک نورانیان آغاز شد، تمام ساکنان محله به خصوص جوانان فعالانه اشتراک دارند. تمامی مصالح ضروری از جانب صاحبکاران سخاوت پیشه تأمین شده ایستاده است. حشرچیان بر آنند که این عمل خیر جواب است به آن همه اعتبار و غمخواری که نسبت شهروندان از جانب حکومت کرده می شود. واقعا اگر هر یک ما نسبت اصلاحات های حیاتی و غمخواری های بی‌مثل با چشم خیر نگاه کنیم، اگر در جریان اصلاحات ها همچون اشتراکچی فعال عمل کنیم، کشور عزیز زمان روز تا روز رشد و نمو می‌یابد.